اگر تا الان از جوش شیرین فقط توی پخت نون و کیک و شیرینی ازش استفاده میکردین که اون خمیرتون پف بکنه و حسابی ور بیاد، باید بگم که نمیدونین که همون جوش شیرین چه خواص فوق‌العاده دیگه میتونه برای شما داشته باشه، چه کاربردهای عجیبی که تا الان ازش اطلاعی نداشتین. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که همین جوش شیرین یا بیکربنات سدیم میتونه چه تأثیر فوق‌العاده دیگه تو زندگی ما داشته باشه، چه کاربردهایی داره. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشین. اگر هنوز کانال رو ساب ندارین دکمه سابسکرایب رو بزنین که بقیه ویدیوها رو از دست ندین. دوستای عزیزم سلام، به کانال نرس مینا خوش اومدین. اولین خاصیتی که این جوش شیرین میتونه براتون داشته باشه خنثی کردن اسید معده است. اگر جزء افرادی هستین که اسید معدتون زیاده، معدتون ترش میکنه، به اصطلاح سوزش معده دارین یا رفلاکس معده دارین، میتونین از جوش شیرین استفاده بکنین، به خاطر اینکه این جوش شیرین یا بیکربنات سدیم قلیاییه و میتونه اون اسید معده رو خنثی بکنه. با خنثی کردن اون اسید معده شما اون احساس سوزش و ترش کردن براتون برطرف میشه. اما در نظر داشته باشین که حتما باید زیر نظر پزشک از جوش شیرین استفاده بکنین. مصرف مداومش میتونه تعادل اسید و باز تو بدن رو به هم بزنه. شما میتونین از نصف قاشق چایخوری جوش شیرین داخل 1 لیوان آب برای رفع اسید معدتون استفاده بکنین. یکی دیگه از عجیب ترین و پرکاربردترین خاصیت های جوش شیرین برای سفید کردن دندونه. اگر به دنبال راهی ارزون برای سفید کردن دندوناتون هستین، جوش شیرین گزینه مناسبیه. اگر نمیخواین که از جرمگیری استفاده بکنین یا روش های مختلف، کافیه که بیاین 1 مقدار جوش شیرین رو با خمیر دندونتون ترکیب بکنین و هفته 1 یا 2 بار به دندوناتون بزنین. این کار میتونه اون جرم و پلاکایی که روی دندوناتون هست رو از بین ببره. البته در نظر داشته باشین که اگر بیش از اندازه بخواین این کار رو انجام بدین، به مینای دندونتون آسیب میزنه. از طرفی همین جوش شیرین میتونه بوی بد دهان رو از بین ببره. پس به جای اینکه دنبال دئودورانت های مختلف باشین، خودتون میتونین اونها رو خونگی تهیه بکنین. کافیه که اسانس روغن حالا معطر تهیه بکنین و با 1 نصف قاشق چایخوری جوش شیرین ترکیب بکنین و بریزین داخل آب. میتونه به عنوان یه خوشبو کننده دهان باشه، بوی بد دهان رو از بین ببره، خنثی بکنه. و جدای از این که برای دهان و دندان مناسبه، کسایی که میخوان بوی بد کفششون یا لباساشون رو هم از بین ببرن میتونن از جوش شیرین استفاده بکنن. جوش شیرین برای سلامت پوست و مو هم معجزه میکنه. کسایی که میخوان پوست شفافتر و شادابتری داشته باشن، باید بیان این جوش شیرین رو با کمی روغن ترکیبش بکنن و روی سطح پوستشون بزنن، به حالت ماساژ پوستشون رو ماساژ بدن. این کار کمک میکنه به لایه برداری پوستشون. از اونجایی که این جوش شیرین خاصیت ضد عفونی کنندگی داره، میتونه التهابات و جای آکنه و جوش رو هم از بین ببره. و اما برای کسایی که دچار شوره سر هستن و همچنین چربی سرشون خیلی زیاده و به خاطر همین چربی زیاد هم هست که ریزش مو دارن، میتونن از جوش شیرین استفاده بکنن. اون رو بریزن داخل شامپوشون و هفته 2 الی 3 بار ازش استفاده بکنن. به حفظ pH سرشون کمک میکنه. البته اگر زیاد از حد استفاده بکنن باعث خشکی کف سرشون میشه. خب الان فصل بهار تابستون میاد و مسافرت ها شروع میشه، طبیعت گردی ها شروع میشه و حشرات هم زیاد توی طبیعت هستن. الان حواستون باشه اگر رفتین طبیعت و دچار گزیدگی شدین توسط حشرات، این جوش شیرین میتونه شما رو نجات بده و کمکتون بکنه. کافیه که یک کمی از جوش شیرین رو با آب ترکیب بکنین که حالت خمیری شکل در بیاد و اون رو روی ناحیه‌ای که نیش حشره بهش خورده
بمالین. این کار کمک میکنه که اون حالت قلیاییش التهاب رو کاهش میده و عفونت رو از بین میبره و به تسکین اون درد کمک میکنه. از طرفی برای ورزشکارا هم استفاده از جوش شیرین میتونه کمک بکنه که بعد از یک تمرین خیلی شدید که اون اسید لاکتیک ها داخل عضلات زیاد شده و باعث گرفتگی عضلات میشه کاهش پیدا بکنه، از بین بره. پس ورزشکارها کافیه که یه مقدار خیلی کمی از جوش شیرین رو با یه بطری آب ترکیب بکنن و قبل از انجام تمرین ورزشیشون مصرف بکنن. البته بعد زیر نظر پزشک یا مربی ورزشیشون این کار رو انجام بدن. مورد دیگه ای که از جوش شیرین استفاده میشه برای کاهش آفتهای دهانیه. آفتهای دهانی خیلی دردناک و آزاردهنده هستن و شما میتونین از ترکیب جوش شیرین و آب به عنوان دهانشویی استفاده بکنین، به خاطر اینکه خاصیت ضد باکتری داره، قلیایی و التهاب رو کاهش میده، به تسکین درد کمک میکنه و باعث میشه که کم کم اون آفتها بهبود پیدا بکنن. و اما افرادی که درگیر سینوزیت هستن میتونن از جوش شیرین استفاده بکنن و اون رو به شکل بخور، یعنی یک قاشق چایخوری جوش شیرین رو با نمک بدون یود ترکیب بکنن و آب جوشیده شده و از بخورش برای رفع سینوزیت استفاده بکنن. همچنین کسایی که درگیر ترک کف پا هستن میتونن یک قاشق چایخوری جوش شیرین رو بریزن داخل یه ظرف کوچیک آب و پاشون رو بذارن ماساژ بدن. این پوستای مرده از کف پا کنده میشه. حالا میتونین از سوهان هم استفاده بکنین و ترک پا به مرور زمان بهبود پیدا میکنه. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. خوشحال میشم که نظراتتون رو داخل کامنت ها بخونم و به هم بگین که آیا شما تا حالا از جوش شیرین برای مواردی که گفتم استفاده کردین یا نه.